اگه این حقیقت رو بدونی دیگه شبا زود نمیخوابی. مادر من عزیز من، کندر رو به پوست تزریق کن، از بس که این کندر معجزه داره. ای کاش مردم ما از خواص کندر آگاه میشدن که هم در دسترس ما هم ساده است. و همین که امروز میخوام ماسکی بهت یاد بدم که اگه توی 3 هفته ازش استفاده بکنی هم چروکای پوستت رو باز میکنه و یه پوست صاف و شفاف بهت هدیه میکنه. پس تا آخر این ویدیو همراه من باش و این ویدیو رو لایکش کن. تو هفته اول چروکای پوستتو باز میکنه کامل، به خاطر هیالورونیک اسیدی که داره. تو هفته دوم پوستتو شفاف و روشن میکنه و تو هفته سوم منافذ باز پوستتو کامل میبنده. قبل از اینکه بهت بگم این پست رو بفرست واسه 3 تا از دوستات که اونا هم ازش استفاده بکنن. یه قاشق کندر رو با یه قاشق عسل و 2 قاشق گلاب ترکیبش میکنی، میذاری 20 دقیقه قبل از خواب روی پوست صورتت به مدت 20 دقیقه بمونه. بعدش با آب ولرم میشوری. تمام این چیزایی که بهت گفتم برات اتفاق میفته. قشنگ 20 سال جوان‌تر میشی. من تارا فارسی هستم. پیجم پر از ترفندهای رایگانی که مطمئنم به دردت میخوره. پس پیج منو فالو داشته باش و حتما یه سری به پیج من بزن. ممنون.